407 پژو 407 کوپه. دو مدلشو داریم امروز. یه مدل این در واقع سبزه و یه مدلی نقره‌ای است که از نظر ظاهر تنها فرقی که با هم دارن این نقره‌ایه چون مدل موتور کوچیکش هستش تک لوله اگزوز بیزی داره و این تقریبا سبز و موتور بزرگه دو لوله. یعنی مشخصه که این ماشین موتورش بزرگتره. تنها فرقی که با هم دارن از نظر ظاهر، ولی خب این فول آپشنه و نقره‌ای آپشناش کمتره. و میریم سراغ این که فول آپشنه ببینیم چه مزایایی داره. رنگ 18 داره و از کارخونه سفارش داده شده. این اورجینال خود پژو هستش و 18 205 40 235 45 18 ماشین خیلی شیکیه. ماشین دو در اسپورت کوپه، دو در 4 نفر است و قیمت پایش از 23,000 یورو شروع میشه که تقریبا به این ماشین فول آپشن که میرسه نزدیک 32,000 یورو این ماشین تموم میشه. ولی خیلی ماشین خوشگل و شیکیه. بریم یه سر توش هم ببینیم چجوریه. تو دوزیش کاملا چرم قهوه‌ای سوخته است و از آپشناش براتون بگم که صندلیاش برقیه، در واقع این 4 زمانه ها جلو عقب بالا پایین میره صندلی و توی گودی کمر راننده هم به صورت جلو عقب میره و تنظیم قابل تنظیمه. ارتفاعش هم که همینطور و جلو عقب در واقع 4 زمانه است تنظیم صندلیش و سیستم ایر کاندیشنش در واقع فول هستش و سیستم صوتی و نویگیشن در واقع دنده اتومات تیپ ترونیک اسپورت داره، آپشن اسپورت و در واقع وینتر که واسه زمستون هستش که روی یخ سر نخوره در واقع. بعد صندلی عقب دستگیره که میکشیم به صورت برقی خود صندلی جلو میره و مسافر عقبم خیلی راحت میتونن بشینن چون فاصله خیلی خوبی داره بین راننده و شاگرد و اونایی که عقب میشینن. خیلی شیکه، خیلی توش خیلی قشنگه و 8 تا باند JBL داره این ماشین. نور کافی نیست چرا معلوم. باند JBLش خیلی از نظر صوتی هم خیلی قویه این ماشین. 8 تا باند تعبیه شده JBL. خروجی هوا در واقع واسه مسافرین عقب. صندلی خودش عقب میره و یه چیز خیلی جالبی که توی این ماشین دیدم، حالا توی ماشینایی که تا حالا داشتیم ندیدم، اینه که فرمون قابل تنظیم. خب بالاخره همه فرمونای دسته داره، این زیر دیدین دیگه میکشی و فرمون به صورت بالا پایین میره، ولی توی این ماشین فرمونش هم به صورت برقی تنظیم میشه. یعنی با این از همین جویستیک هایی که اینجا داره فرمون تنظیم میشه، اینجوری بالا پایین و فرمون پایین میاد و بالا میره دیگه، جلو میاد و عقب میره. خیلی چیز جالبیه. بعد حالت 3 تا مموری داره اینجا، در واقع تنظیم میشه با این 3 تا مموری و موقعی که راننده ماشین رو خاموش میکنه و یه مموری به فرمون داده، موقعی که استارت میزنه و همونجوری که میبینید فرمون تنظیم میشه خودش، همون حالتی که صندلی هم میگیره. البته اینا رو باید لمس کنین خودتون
چون من الان دارم آره دیگه لمسش میکنم شما نمیتونید لمسش کنید و آره دیگه این صفحه کاملا مال وارنینگ دنده عقب داره و حتی وارنینگ جلو هم داره. این هم چیز جالبیه که داره. فول ایربگ SRS و تو ستوناش هم ایربگ داره و ستونای عقب هم همینطور دیگه. یه سر هم بریم موتورش رو ببینیم دیگه. این شاسی اینجا تعبیه شده، شاسی پمپ بنزینش در ورش باکش. سپر جلوش هم خیلی سپر خوشگلیه. قبل از اینکه بریم تو موتور خیلی قیافه عجیب غریبی داره. من اسم سپرش رو گذاشتم سپر کوسه‌ای. خوشگله سپرش. این نمای ماشین از جلوه، خیلی ماشین قلدریه. نماش مستقیم و سپرش هم از اینجا یه حالت ببینیم که موتور 6 سیلندر HDI توربو دیزله. 3 سیلندر این ور و 3 سیلندر عقبه. خیلی خوشگله، ماشین خوشگلیه اینجوری.